در مورد ایمپلنت دیجیتال، چون از گایدهای مخصوصی استفاده میشه موقع جراحی، ما نیازی به برش‌های وسیع نداریم. گاهی حتی بدون برش و با یه پانچ هم میشه جراحی و جایگذاری ایمپلنت رو انجام داد. در مورد ایمپلنت دیجیتال، به خاطر وجود گایدهای مخصوصی که وجود داره، ما زمان کمتری رو برای جراحی نیاز داریم و دقت بیشتری رو، و این باعث میشه که عوارض بعد از جراحی و آسیب‌هایی که به ساختارهای آناتومیک اطراف ایمپلنت وارد میشه به حداقل خودش برسه و با کمترین عوارض و در واقع دوره نقاهت بیمار بتونه این دوره رو سپری بکنه. قبل از جراحی با بی‌حسی‌های موضعی که تزریق میشه، در واقع بیمار هیچ دردی رو هنگام جراحی احساس نمی‌کنه. تمام بیمارانی که برای جایگذاری دندان به روش ایمپلنت مراجعه میکنن، به شرط اینکه بیماری سیستمیک غیر قابل کنترلی نداشته باشن و شامل بیماری‌های عفونی شدید و یا تحلیل لثه و استخوان شدید نباشن، میتونن ایمپلنت دیجیتال رو استفاده بکنن. در روش ایمپلنت دیجیتال، موقع جراحی دندانپزشک سرعت و دقت بیشتری رو موقع جراحی خواهد داشت. همچنین برای بیمار دوره نقاهت کوتاه‌تر و ساده‌تری سپری خواهد شد، به خاطر آسیب کمتری که به فضاهای آناتومیک موقع جراحی وارد میشه. در ایمپلنت دیجیتال ما معایب خاصی نداریم نسبت به ایمپلنت معمولی که بخوایم براش بشماریم، ولی مزایای بیشتری داره.